افرادی هستن که میگن مهره مار اصل نبض میزنه و کف دست رو داغ میکنه. آیا این درسته یا نه؟ این حرف رو فقط افرادی باور میکنن که بی سوادن، یعنی هیچ سواد تحصیلی ندارن. چون خیلی ساده است. نبض زدن مربوط به پمپاژ کردن خون در رگه. آیا اون چیزی که شما دستت هست خونی داره، رگی داره، قلبی داره که بخواد خونی رو پمپاژ بکنه؟ یا بحث داغ شدن؟ اگر قرار باشه اون شی منبع حرارت باشه و داغ بکنه کف دست شما رو، پس هر جایی بذاری باید اون داغی اتفاق بیفته. در اصل گرمای دست شما به اون شی انتقال داده میشه که معمولا هم فلزه و شما فکر میکنی که کف دستتو داغ کرده. این تست رو شما میتونی با 2 تا ساچمه سربی انجام بدی، خیلی راحت به حرف من میرسی. فقط افراد زود باور گیر این تقلبی فروشا میفتن. اگر میخوای این اتفاق برای تو تکرار نشه، با پیج من همراه باش.